6/9/96 بلیت پرواز من که از دنیای سکوت که تاریکی بود بیام تو دنیای واقعیت، تو دنیای شنیداری. که البته قبلش هم یک فیلمی دیده بودم، فیلم بید منجیم بود، پرویز ترسویی نوشته بود که خدایا بهم چشم بده ببین چه کار برات میکنم. همین کم بشم چه کار همیشه قبل از عمل دوست داشتم که صدای واقعی مامانم و بابامو بشنوم. مامانم اسم منو صدا کرد. بوده بودم